یهویی دلم خواست موام فر کنم، گفتم بیام سریع ویدیو هم بگیرم که شما هم ببینید چجوری فر کردم. خیلی قشنگ شده، خیلی دوستش دارم. من از این میزنم برای قبل سشوار کشیدن، خیلی خوبه، هم موامو صاف میکنه، وزشو میخوابونه، همین که حرارت سشوار خرابش نمیکنه. چون خراب شده از اینجاش استفاده میکنیم. بعد من یه ذره برس میکشم که موقعی که میخوام برشین کنم موام گره نخوره. سریشو میاریم با یه دونه برس، حالا از این دوله‌ای ها یا از اینا. میخوام موام برشین کنم، خیلی سریع با اینا صاف میشه. حالا بریم که موامو فر کنیم. به دو دسته تقسیم کردم، یه وری میخوام باشه موام اینجوری که حالا با دستگاه شیلم سریع فر میکنم، خیلی هم راحت. بعد ببینید به کدوم سمت موام بعد فر بشه، به سمت بیرون. حالا این وریه، بعد بشه این ور، موام میزنم وسطش، اینجوری میره داخل. دو بار دکمه‌شو میزنم که قشنگ فرش بمونه، چون نمیخوام تافت و اینو بزنم. اینها خود کثیف میشه تافت میزنم، دوست ندارم. من با این دستگاه خیلی راحت، بعضی با اتومو میکشم یا با دستگاه دیگه میکشم. من اینو خیلی دوست دارم، سریع کارم رو. فقط اگه دستگاه شیلم یه دست فر نمی‌کرد خیلی قشنگ‌تر میشه، یه ذره شلوغ‌تر میشه. شما میتونید مرتب‌تر بردارید. باید ندارم باتونتون بکشم. میتونید دونه درشت برداری، میتونید دونه کوچیک برداری، هر جوری که دوست داشته باشی میتونید برداری. من بعضیشو درشت، بعضیشو ریز همینجوری بردارم. جلوی موامو چتری زده بودم، بلند شده، الان نمیتونم فرش کنم، خیلی هم وجیمون شدم. حالا بریم این بر. بعد دکمه‌شو برگردونم به این سمت، مو باید بچرخه رو بیرون. حالا من چون
برای روزمرم میخوام، فردا میخوام برم بیرون کار دارم، برم اینجوری میکنم. برای مهمونی یه ذره مرتب‌تر درست میکنم، من دسته بندی میکنم و یکم مرتب‌تر. اینجامو پوش میدم، تاخت میزنم. ولی الان همینجوری که فقط حالت خوشگل بگیر. فردا هم مهمونم دارم، نمیدونستم الان. فوتباله، میخوایم بشیم دورم فوتبال بگیرم. داره شب میشه. خب اینجوری میشه، فکر کنم همش درست شد. حالا با شونه دندون درشت اینجوری موامو شونه میکنم، سر میارم پایین شونه میکنم.